بسیار خوب دوستان، تا امروز هر اتفاقی افتاده رو فراموش کنید. ما از امروز یک زندگی جدید رو شروع میکنیم. تا روزی که بلوتوث برگرده و شما رو برگردونه سر خون زندگیتون، در واقع هر کسی گلیم خودش رو از آب میکشه بیرون و سربار دیگران نخواهد بود. در واقع همه ما یک خانواده هستیم و همه با هم برابر هستیم. شاه و وزیر و وکیل و اینا نداریم، همه مثل هم هستن. احسنت احسنت احسنت. یعنی چی که شاه نداریم؟ پس اعلی حضرت با این همه عظمتشون بوق هستند؟ آفرین اتی، به نکته خوبی اشاره کردی. ببخشید من خواستم یک مسئله رو بگم. این اتی با این قد شطور رشید شیجه واسطه تو میگی ما وزیر نداره؟ شرمنده میفرمایی بازو جان. چاکره تو. نه، من منظورم اینه که پست و مقام و این سمت و اینا دیگه وجود نداره. همه با هم برابر هستن، همه مثل هم هستن. شما دوست ندارین با هم برابر باشین؟ بنده اصلاح میکنم. همه با هم برابرند، قبله عالم برابرترند. خاک تو سرت. من میگم یللی تللی از امروز تعطیل، مفخوری تعطیله. هر کی باید بره سر کار خرج خودش رو خودش در بیاره. نفهمیدم. مگر زبانت لال سایه قبله عالم از سر ما بندگان کم شده است که برویم کار بکنیم؟ گاگول تا جیب مبارک و دستان پرسخاوت قبله عالم هست، چه نیازی است که ما برویم برای دیگران نوکری بکنیم؟ پدر سوخته. قبله عالم ملاحظه میفرما یه عمر به مفخوری عادت کردن، همشون دستشون تو جیب شماست. غلط کردن با تو؟ پاشید گوسالای تنبر و برید کار کنید. اینجوری خیلی بهتره. همتون میرین سر کار، خرج خودتون رو در میارین. هر کسی حاصل دسترنج خودش رو میکنه. حاصل دسترنج خودش رو. چه جسارت ها. چه غلطی کردی مستشار؟ گفتم میرن سر کار، پول در میارن، خرج میکنن برای خودشون. تو غلط کردی که اینو گفتی. اینجوری نه. درستش این از اینها میرون کار میکنن، پول در میآورن، بعد پول را میآورن میدهن به ما. قبله عالم، من فکر نمی کنم دوستان قبول کنن. راضی نمیشن ها؟ دوستان راضی نمیشوی؟ خودم راضیه ما. یه لحظه اجازه بدیم ببینم حاضرین برین کار کنیم، پول رو بدیم به قبله عالم. بعد برای 2000 دشه‌ای تعظیم کنین، مجیز بگین و تو سری بخورین. بعد اون 2000 که میندازن جلوتون خم و راست بشین و تشکر بکنین. خاک بر سرتون. نشستید؟ پاشید گم شید برید سر کاراتون.